چجوری با مداد سایه بزنیم به جای پودر و قلم؟ مرحله اول اینه که به عکستون نگاه کنید و ببینید که سایه هایی که حالا دارید، سایه های مدلتون چه درجه روشنه، حالا تیره است، در چه حدیه. با توجه به اون مدادتون رو انتخاب میکنید. مداد گرافیتی. بیشتر چیزایی که ما اینجا در دسترس داریم همون فابر کاستل هست که من سری 9000 رو استفاده میکنم و حالا مدادای استدلر مارس لوموگراف که بدنش آبیه. الان مدل من که دارم کار میکنم سایه های روشنی داره، پس باید از مدادای استفاده کنم که نقطیشون روشن تره. من اول با 4H شروع میکنم که چون سایه هم خیلی روشنه، اول یه لایه روشنتر کار میکنم، بعدش میتونم حالا اگه نیاز به تیرگی بیشتری داشت F یا HD حتی روش اضافه کنم. مرحله بعدی اینه که نوک مدادتون حتما باید سوزنی باشه، یعنی تیز باشه. اگر نوک مدادتون به اندازه کافی تیز نباشه سایه هاتون قشنگ نمیشه، یعنی خوب نمیتونه بافت مقوا رو پر کنه. از اینجا که حالا من سایه زدن رو رها کرده بودم شروع میکنم. سایه زدن با مداد کلا خیلی وقت و حوصله میخواد. کلا نقاشی باید صبور باشی و حالا با صبر و حوصله کار کنی، ولی باز سایه زدن با قلم یه ذره سریع‌تر میشه، ولی با مداد باید مثلا کم کم و کوچیک اینجوری بافت مقوا رو با نوک تیز مداد پر کنی تا مثلا خوب بافتش پر بشه و با یه دست و صاف بشه. اگه بخوای مثلا تون بزنی یا مثلا براش وقت نذاری اصلا قشنگ در نمیاد و چون خیلی هم وقت میگیره معمولا کارهایی که با مداد میخواین سایه بزنید کار کنید یا حالا ترکیب مداد و قلم سعی کنید که مثلا نقاشی کوچیک‌تر کار کنید، به خاطر اینکه خب هرچی بزرگتر باشه بیشتر وقت میبره دیگه. میتونید که یه بار یه نقاشی کوچیک امتحان کنید. اگر خوشتون اومد و فهمیدید که حوصله این مدل کار کردن رو دارید من سایزهای بزرگتر هم کار کنید. من خودم حتی تا آسه هم کار کردم، ولی خب بعضی جاشو با قلمو هم سایه زدم، یعنی همه جاشو با مداد نزدم. 70-80% رو با مداد کار کرد. کلا کار با مداد رو من خودم بیشتر دوست دارم و یه سری وقتا، یعنی وقتی که حالا میخوام برای خودم نقاشی بکشم مخصوصا کوچیک‌تر، ترجیح میدم که مثلا سایه هاش و اینا رو با مداد کار کنم. به نظرم هم قشنگتر میشه، هم کلا کار با مداد برای من جذاب‌تره تا همش حالا پودر زغال و قلم و اینا. الان همین سایه رو با قلمو میشد خیلی سریع‌تر و سایه خیلی کمرنگیه و اصلا با یکی دو دور چرخوندن قلمو این سایه به دست میومد چون خیلی کمرنگه. اونطور که گفتم با مداد 4H دارم میزنم، روشن‌ترین مدادی که در حال حاضر من خودم دارم. تا حالا نشده که روشن‌تر از 4H نیازم بشه دیگه. اگه یه جایی مثلا بازم لازم بود که روشن‌تر از این باشه یه دور فقط یه قلم روش بکشی در حدی که مثلا یه سایه کمی بگیره دیگه، اونجا نیازی به مداد نیست. یه فرقی که ممکنه توی بافت سایه ها ایجاد بشه اینه که با قلم شاید حس کنید که سایه هاتون مثلا لطیف تر شده و با مداد ممکنه مثلا اون رد مداد رو روی مقوا ببینید بعضی جاها. البته که تا جایی که میشه باید سعی کنید یه دست سایه بزنید. یکی از چیزاش اینه که خب نوک مدادتون تیز باشه و اینکه با صبر و حوصله سایه بزنید. ولی خب بازم اون رد مداد مشخص میشه یکم روی مقوا و این دیگه در میگرده به سلیقه خودتون.
خب الان من اینقدرش رو سایه زدم، این قسمت رو تیره کنم. این قسمت جزئیاتی نداره، فقط باید تیره بشه. این جوجه من از مداد دیگه استفاده نمی کنم ترجیحاً. میتونید از مداد استفاده کنید ولی هم زیاد به صرفه نیست و هم لازم نیستش، یعنی با پودر تیره کنید بهتره. یه مداد مرزش رو معلوم میکنم. همیشه هم یه چیز بذارید زیر دستتون که نقاشیتون لک نشه خراب. من این خط رو کشیدم. الان با یه قلمو فقط میکشم روی این مداد که این ردش بره. قبل از اینکه اون قسمت رو تیره کنم بک‌گراند رو در واقع، اول میام این سایه هایی که با مداد زدم روی صورتش یه دستمال میکشم روش که یه ذره مثلا نفتر بشه، چون این کار هنوز انجام ندادم. الان سایه هایی که میبینید هنوز مثلا نه قلمو نه دستمال نه پنبه هیچی روش نکشیدم که حالا محو بشه. دستمال رو اینجوری میگیرم بعد میکشم روی صورتش با فشار خیلی کم. تفاوتش رو حس میکنید، یه ذره مثلا نرمتر رو اینا شد.